درودی به پایان با شما دوستان گرامی. برنامه گرد یک دسته است و من علویدین بوریف امروز با شما درباره دسته استرافشان حرف میزنم. دسته استرافشان نزدیک بود که امسال در موسم سال گذشته چمپیونات مملکت تواند زینه سوم افتخاری را به دست آورد، اما این طور نشد. در استودیوی ما امروز با ما رئیس کلوب فوتبال استرافشان، ورزشگر، همچنین یک نفری که یک زمان استرافشان را نامش دیگر بود، دلیران روتیپه را برای گرفتن مقام سوم سرفراز گردانیده بودند، علیشیر فوزیلوف حضور دارند. خوش آمدید به برنامه ما. رحمت. خب از موسمی که گذشت شما با حیث رئیس کلوب اومدید خیلی دیرتر، ولی دسته هم خیلی مبارزه به امان بود برای جای سوم و این به اونها میسر نشد. چگونه است؟ حالا بیاید یک لحظه اول با جدول نگاه میکنیم و بعدا صحبت رو دوام میدیم. استرافشان در موقع چهارم جایگیر شد، 27 بازی 12 غلبه 6 مساوی 9 باخت 25 نتیجه توپو و 42 امتیاز است. این به نظر شما بهتر شدنش ممکن بود؟ البته بهترش ممکن بود. یکی از کمبودی‌های ما پای در پای با دسته کوکتاژ نوحی رودکی که در زینه نهم قرار دارد، ما در همین واخوری در یک دوام موسم چمپیونات 3 بار واخوردیم با دسته کوکتاژ. ما پای در پای 3 بار به همین خطاگی را دادیم. میشد همین بار اول وقتی که ما باختیم بازی در نوحی رودکی، ما علاقه بار دوم مربی استاد مربی هم میتوانست که خطاگی و کمبودی خود را اصلاح کنند و خالهای ضروری را در ورزشگاه استرافشان باید حتمی 3 خالا گرم بود. یکی خطاگی که بود با خطاگی که بار دوم ما واخوردیم، خطاگی باز از این هم زیادتر شد که بازیگران احتیاطی در حیات گذاشتن و بازیگرای اساسی را در حیات احتیاطی موندن. این یک نشانه ناپسندی بود، نمیدونم یا نشانه آمادگی نبود که اون وقت در همون وقت دسته کوکتاژ در زینه دهم قرار داشت که دور اول بازی ما در میدان خود با حساب 2-0 باخته شده بودیم با دسته کوکتاژ. قسم دوم بازی 2-2 شد. حالتهای گلزنی بسیار بود، میتوانستیم 3-4 تا زنم 5 تا زنم بود. خیلی خطاگی شد. وقتی که خطاگی شد ما بار سوم با اومدیم در ورزشگاه نوحی رودکی با کوکتاژ دسته کوکتاژ واخوردیم. بار سوم با این خطاگی رو تکرار کردیم. یعنی شما میگید که این محض از کوکتاژ است که شما زینه سوم رو نگرفتید؟ البته یکی از سبباش همین است. تشکر دوستان گرامی. ما طور خوب میدونیم محمد جان حبیب اللهیف سرمربی این دسته بعد از اینکه در دسته کوکتاژ فعالیت خود را آغاز کرد، ولی در نتیجه بعد تا آغاز موسم در نظر دارم با دسته استرافشان آمد و با خود بازیگران زیادی بود. خب محمد جان حبیب اللهیف، میبینیم کلوب استرافشان 8 می 1965 در تاجیکستان به دنیا آمده است. در دسته‌های رفشان، حاصلات ریگارتا دست کوکتاژ و استرافشان با حیث سرمربی فعالیت کرده است. یعنی شما گفته میتونید که شما از فعالیت محمد جان حبیب اللهیف که خیلی زحمت زیاد کشید ناراضی هستید؟ البته کمی با نگران کننده است این موقعی که ما جایگیر هستیم زینه چهارم برای مردم استرافشان، برای مخلصا، برای رهبریت فوتبال استرافشان. البته نگران کننده است. یگان امید نداشتیم که ما باید جای چهارم، ما تو حتی میتوانستیم زینه دوم هم برآمد کنیم بود. در نظر یکی از سبب‌هاش وقتی که قریب یک ماه شد دستای لیگ عالی بازیاش با موفق گذاشته شد، حسابی که بازیگران تیم منتخب 23 ساله فعالیت داشت. یکی از سبب‌هاش در همون جا تنفسی زیاد دادن برای بازیگران، این یک علاقه خودش مینوسی کار بود. خب به هر نوع در نظر محمد جان حبیب اللهیف چی وظیفه گذاشته شده بود؟ ما پیش از این ما با محمد جان حبیب اللهیف سال 2014 همکاری کرده بودیم وقتی که دسته دلیران روتیپه شهر استرافشان بود. در اون وقت همکاری کرده بودیم. وقتی که ما مقصد وظیفه گذاشتیم، هیئت دسته در دور اول 7 جا بود. بعدی که آوردیم وظیفه دار کردیم که جای افتخاری معلوم در اون وقت مهنت کردن، خدمت کردن، دسته به زینه سوم برآمد که در دوره دوم ما 21 خال به دست آوردیم. دسته دلیران در اون وقت در زینه سوم برآمد.
اما بو وقتی که دستایت دسته قبول کردم رفت 15 فوریه بود این علاقه وقت تمام شده بود قریب که تمام هیئت دستای لیگ اولی уже شرطنامه داشتن قرارداد داشتن بازیگرا کادر نورسوی بود ما قسم اول هم از آب کشتیم خب با معلم حبیبالله که وقتی که ما 5 سال که از فوتبال نبودیم ما با خواستیم که حبیبالله هم وقت بهکار بودن همکاری کنیم و با یک زینه افتخاری کنیم یک دسته که یک مخلص دارد مخلصش در 3 روز داشت در تاجیکستان جای اول میستد همه دعوای امروز آفریقا اشتراک استراشان در آفریقا همه یک صدا کمی متاسفانه همین ارزوی مردم استراشان در دلش ارمان ماند. در نخست دوستان گرامی محمد جان حبیبالله یک دور قبل از انجام چمپیونات تاجیکستان موسم سال 2021 از دست رفتند و حالا خارج از کشور فعالیت دارند. به هر نوع چون من فهمیدم اگر رئیس کلوبی ورزش استرافشان اگر بر وقت‌تر به کار می‌بودند شاید در اونجا بازیگر رو دیدن رو دیگر رو هم می‌دیدیم. یعنی ببینید که در مسئله گرفتن سرمربی نو در استرافشان بسیار هم یک امتحان جدی برای مربیان خواهد بود. البته در موسم نو. البته در موسم نو ما صحبت کردیم فکر کردیم هم طرف چند تا اینجا نامزدها بودن یکی وقتی که ما زینه چهارم رو گرفتیم از آفریقا دور موندیم ما به همین فکر اومدیم که روبروی دسته یک مربی بیاریم که از بیرون کشور باشد خوب بسیار خوب باشد بسیار خوب 4-5 نفر همه بیرون کشور نامزدها بودن با ما آموختیم سنجیدیم مربی نوی آلمانی به دست دعوت کردیم شرطنامه کردیم سنه 20 ینور در فرودگاه قبول میکنیم 5 سحر ما فوتبال البته پیش از همه این فوتبال دوم درجه میستد پیش از همه برای فوتبال نگاه داشتن و فوتبال برای بهتر کردن ما باید اول ترتیب انتظام رو جاری کنیم وقتی که ترتیب انتظام نباشد شرایط مولوی باشد همه طرفه باشد هم ترتیب انتظام نباشد دسته به دلخواه مقصد رسیده نمیتواند. خب خیلی خوب شما گفتید که مربی نو میورد بعضی رسانه‌ها علاقه این خبر رو درس کردند مربی آلمانی است اصلا ایرانی نژاد است فورس است و او رو خوب میشناسید یا که چی طور است چگونه او رو مثلا به دسته قبول کردید نامش اگر باشد اگر نگید خوبتر نامش ریزا پارکاس می باشد ریزو پارکاس می باشد ما برای این پیش از دعوت کردن پیش از قرارداد کردن ما پورا آموختیم همه طرفه در کجا کار کرده است چی کرده است اساس ایرانی تبار باشد هم چند سالهای سال در کشور آلمان زندگی میکند ما پیش از همه برای دعوت کردن وظیفه موندیم مقصد موندیم که یک کابین آمده ترتیب انتظام آلمانی در استرافشان باید جاری کنه این هدف مقصد اساسی ما چی در مخلصا چی در هیئت دسته دیگه وظیفه گذاشتیم که برای عنوان قهرمانی مبارزه میبریم از روز اول بسیار خوب یا اینکه جام تاجیکستان ما اون چیزی که شرایط است امکانیت است ما فراهم میکنیم یکی استرافشان یک مخلص دارد برای چی نمیتونه چمپیون شود در حقیقت دوستان گرامی استرافشان در گذشته با نام‌های زیادی بازی کرده است و در دوره زمان شوروی 4 مرتبه عنوان چمپیونی یا قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده است با نام تریکاتاژنیک و بهترین بازیگران کشور هم از هیئت این دسته هم با دسته پامیر پیوستند هم در هیئت دسته‌های منتخب گوناگون بازی کردند. خب با این خبر خوش اصلا ما مقصد داشتیم که درباره موسم سال گذشته شروع میکنیم از این موضوع ولی طور دیدیم شما از این خبر خوشی که با دسته استرافشان مربی آلمانی میآید ایرانی نژاد است و فکر میکنم که با این باز برمیگردیم در آخر برنامه‌مون حالا بیاید با موسم این سال توجه میکنیم شما 3 دروازه‌بان رو استفاده بردید یکی
بوبویف است بسیار هم خوب قربانعلی بوبویف بازی کرد. این قربانعلی بوبویف است 17 توپ گرفت از 21 بخوری. شمس‌الدینوف هم شهزاد شمس‌الدینوف هم در دسته شما اشتراک نمود. هم بحث دروازه‌بان بهروز خیریف هم پیدا شد و بعد یک بار چند بازی کرد و ناپدید شد. می‌خواستم موقع درباره موقع دروازه‌بان‌ها صحبت کنیم در موسم گذشته. البته وقتی که ما چی کردیم آغاز کردیم یک دروازه‌بان قربانعلی بابویف داشتیم. مهلت کم بود. ما برای دو دروازه‌بان داشتن شمس‌الدین شهزاد جان قرارداد کردیم به هیئت دست دعوت کردیم. وقتی که با کارت سرخ قربانعلی بابویف هیئت اساسی دروازه‌بان اساسی بود. وقتی که کارت سرخ گرفت و دو بازی رو اشتراک کردن نتوانست. همین شهزاد جان دو سه بازی که گذشت تحلیل کرده بودیم با یک دو نفر بازیگرای خط حمایه تحلیل کردیم که این قدم قرائتمند نکرد ما را که نتیجه خوب از دست رفت. ما پیش از مهلت اگر دریا داشته باشید اگر بعد انجام یکم دور مرحله اول ما یک اول 4 نفر بازیگر رو از دست پیش از مهلت آزاد کردیم. بله. بعد وقتی که ترانسفر تابستانک شده شد مخلصا خواستن خود بهروز خیریف خواست که در استرافشان بازی کند. موقع رهبریت راضی نبودن به این مسئله و بسیار خواهش داشت. وقتی که ما باور کردیم و شرطنامه قرارداد کردیم 20 سپتامبر به یگان اساس به یگان خیر خوش به یگان رازگی یکی عبوره بلیت چیپته گرفته به سمت فدراسیون روسیه سفر کرد. خیلی خوب. ما درباره بهروز هم یک اسناد داریم. بهروز خیریف در موسم سال 2021 دوستان گرامی همگی یک بازی گذرانید و 90 دقیقه در حیاط استرافشان بازی کرد و نفهمیدیم که با خواهش خود دست رو به اون اجازت ترک کرده است. این مسئله دیگر ما میگذاریم با خط مدافعی دسته شما از اینها قناعتمند هستید یا که نه؟ قناعتمند بودید از موسم سال گذشته؟ خط حمایه دسته خط حمایه استرافشان خط پرقوت بود. بهترین بازی کردن. در خط اونجا بختیار قلندروف اینجا ما داریم آمارش رو. بختیار قلندروف بسیار بازی خوب نشون داد. در 24 بخوری بازی کرد. 3 بازی دیگر بازی نکرد چون که دو کارت سرخ هم این بازیگر داشت ولی به هر نوع برابری او خط دفاع هم خوب بازی کرد. کیو رو باز نمبر کردم ممکن در خط بختیار قلندروف یکی از خط حمایه بهترین دسته استرافشان بود. با تجربه بود. میتوانست همین بختیار قلندروف هم یکی از نامزدهای خط حمایه در موسم جنبش تاجیکستان باشد. انتظار بودیم که میشد لیکن نشد. لیکن بهترین بازیگر تجربه کلان دارد. خب در این برابر ما درباره دیگر بازیگران شما فریدون دهقانوف این هم بازیگری بود که در موقع خود خیلی استوار بازی کرد اما بازی‌هایشون کمتر بود. دسته استرافشان وقتی که من با امور نظر کردم شماره بازی‌هایی که از همه زیاد گذرانیدند خیلی کم است. از جمله فریدون دهقانوف هم 20 بازی گذرانیده است. نه خط بازیگر بهترین کم تجربه نمیرسد. تجربه نمیرسد از نگاه اون که جوان است. جوان است کم تجربه نمیرسد. یکی بازیگر بهترین است. بعد میگذاریم باز با دیگر بازیگران شما دیلوار بویقوزیف. دیلوار بویقوزیف هم بازیگر بهترین کمی در همین وقتی موسم کمی اعصاب جهتی سلامتیش کمی تنقیصی داشت. سلامتیش قدر حالتش خوب نبود. قریب 1 ماه از تمرین دور ماند. بازی در آخر موسم جای خود را اشغال کرد. بازیگر بهترین است دیلوار بویقوزیف. شما حالا فکر کردید که مثلا در موقع محافظت بازیگران دیگر رو جلب کنید مثلا در موسم سال 2022؟ البته بازیگران دعوت‌ها بسیار قراردادها به اینجا رسیده است. از 20 ینور آغاز میکنیم موسم نو رو. خورشید بیگنصرف یکی از بازیگران بهترین حمایتگری تاجیکستان در عضو دسته منتخب تاجیکستان منتخب تاجیکستان از چند 2 سال آخر در چمپیونات بنگلادش شروع کرد.
мо қарордод ба имзо расондем. Хуршед Бекназаров ба ҳайати дастаи Сарафшан пайваст. یعنی گفتم ممکن که الان شما کار سر شده است و با چند بازیگر قرارداد امضا کردید باز دیگر بازیگران رو نوبر کرده ممکن Бахтиёр Қаландаров, Қурбонали Бобоев қарордод аст бо як соли дигар бо тамрин карда шуд. Ҳусейн Нурматов. بله حسین نورماتوف هم از بازیگرانی هست که برابر بختیار در این بازی‌های موسم گذشته بازی کرد ولی این عمرش است 3 مرتبه عوض شده است 2097 دقیقه بازی کرده است 3 کارت زرد داد محافظتگری که خیلی کارت زرد کمتر دارد همین محافظتگری که یگان بازی موسم رو پورپای نکرد با از جهت کارتی در یک موسم 3 کارت زرد گرفت تمام در 27 بازی اشتراک کرد به هیئت اساسی یعنی با این بازیگر هم الکی شرطنامه بسته شده است شرطنامه بسته شد خوب درباره اسدبек زیازاده و بازیگری محلی است البته بازیگرای محلی نگاه داشته میشه ما اینجا عمر داریم از اسدبек زیازاده من فکر میکنم که اولو کارگردان به ما نشون میدهد خوب اینجا چون گفتیم درباره این اسدبek زیازاده بازیگر جوان است من وقتی که اولین برنامه گیری دست رو درباره اسرافشان کردم و یک صحبت هم داشتیم اسرافشان در موسم سال گذشته تمرین‌هایش را در ورزشگاه مرکزی گذرانید و آماده شوی را در اینجا گذرانیده بود و گفتیم ما این سال کوشش میکنیم که با جام افریقا رو خط گیریم جام کنفرانسی فوتبال آسیا اما نشد به هر نوع یک جوانی هست که 18 بازی گذرانیده است 1060 دقیقه در میدان یک کارت زرد و از این هم امید داریم با این هم شرط بازیگر جوان بازیگر بهترین است در یک مدت موسم کمی از جهت جسمانی چی داشت برای همون نقصی داشت برای تا سلامتی خود رو برقرار کردن از چند بازی دور موند بله دلوار بویقوزیف چی دلوار بویقوزیف از جهت سلامتی این هم از بازی دور موند یعنی از نگاه سلامتی بعضی بازیگران نتونستن که بیشتر چیکارن ولی این بازی که کم گذرانده است 19 بازی از همین خاطر است بله سلامتی است در این شما بازیگرانی بودند که بسیار هم خوب آغاز کردن مثلا اتابک کریموف از دسته کوکتاش به شما رفت از اسرافشان رفت و بازی‌هایش هم خوب بودن 23 بازی گذرانید بازوبند کاپیتانی هم در میدان بود 1478 دقیقه بازی کرده است یک کارت زرد دارد 2 توپ زده است و یکی از پنالتی است نه بازیگر جوان بازیگر محلی من میدونم که بازیگر محلی است اینها هم در مد نظر شما هستن برای در موسم سال 2022 بازی کردن البته پیش از یا مربی اینجا مربی میبیند که کدام بازیگران برای او ضرور هستند و شرطنامه البته تیاری آماده میکنیم بازیگران بسیار میدارن در آمادگی وقتی که مربی که خواهش داشت ما قرارداد میکنیم ما پیش خودمون قرارداد کرده میتونیم بله بسیاری این مسئله ها از مربی هم وابستگی دارن روزگی مربی البته لازم است که چون که وای مسئولیت رو به دوش خود گرفته است که مثلا در موسم چمپیونات نظم برآمد کند خب دوستان گرامی بیاید به توجه شما یک امور دیگر رو هم از دسته اسرافشان به شما پیشکش کنم با دوشنبه 2 غلبه 1 مساوی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش که یکی از حریف اساسی این دسته برای مقام سوم بود اینجا 1 غلبه 2 مساوی اسخطه 3 غلبه به دست آورده است یعنی دسته اسرافشان این یگانه دسته هست که 100% امتیازها به ستانیده شد با رفشان 2 غلبه 1 باخت با خوجند 3 باخت خوجند یگانه دسته است که اسرافشان رو در موسم سال 2022 3 مرتبه مغلوب کرده است با استقلال 2 باخت و 1 غلبه با کوکتاش شما الکی گفتید در این باره گفتیم 2 باخت و 1 مساوی با فایسکان 2 غلبه 1 مساوی و خطون 1 غلبه 1 باخت 1 مساوی یعنی نتیجه برابری به دست آمده است بیاید میگذاریم با اون لگیونرهایی که در دسته اسرافشان بودند درباره اینها ما چی گفته میتونیم برای باقی ماندنش بله از هنرنمایی اون من لگیونرها مثلا در دسته شما لگیونرها خیلی زیاد بودن از ازبکستان بودن همگی اولیموف رو در نظر داریم مثلا هنرنمایی کرد خورشید اولیموف هم بازیگر بهترین لگیونر بود بعد موسم تابستان از دست دور شد حاضر خب اینجا خورشید اولیموف رو میخوام نوارهایش رو پیشکشی میکنید اون اموری که خورشید اولیموف دارد
یکی از لگنرهای خوب از دسته بخورو به شما اومده بود به نظر من. ما مصاحبه هم داشتیم برای خورشید اولیموف است. 12 بازی همگی 4 مرتبه عوض شده است. 820 دقیقه بازی کرده، 3 کارت زرد و 1 سرخ هم دارد. موضوع گفتشویی‌ها رفتار با خورشید اولیموف ما در سال 2022 دعوت میکنیم. وقتی که از مشق تمرین‌ها گذشت سرمربی استودی مربی اجازه داده ما قرارداد میکنیم در موسم نو. حتما دیگر بازیگران ازبکستانی که در جهانگیر سفاروف هم اینجا جهانگیر سفاروف هم حالا ما میخوام این امورها پیشکشی مو گردن. 13 بازی 2 مرتبه عوض شده است. 1077 دقیقه در میدان، 2 توپ زده است، 1 مرتبه بازیگری بهترین، 4 کارت زرد هم دارد. چرا پرسیداری بودم که چرا لگنرها که وقتی دعوت میشوند کمتر بازی میکنن؟ اینا دیر اومدن به بازی. نه از اول موسم بود ما. بله ولی شماره اشتراکشون در بازی کم است. از مربی وابستگی دارد؟ از مربی وابستگی دارد. خیلی خوب است. خوب دوستان گرامی باز برمیگردیم با بازیگرانی که در هیئت دسته شما. سید مختار عظیموف درباره این بازیگر هم چیزی گفتن ضرورت دارد، چون که سید مختار هم توانست که در 22 بازی اشتراک کند. 7 کارت زرد دارد، 1709 دقیقه در میدان است. تقدیر این بازیگران در موسم سال 2022 دعوت شدگی است. یعنی این بازیگر رو هم در هیئت استرافشان خواهیم دید. پیش از همه دوستان گرامی همین رو هم باید گفت که یکی از ستاره‌های دسته استرافشان کی است شما خوب میدونید. این الهام براتف است که ما و شما سالهای زیاد میبینیم. او همچنین یک مرتبه در تاجیکستان نشانزنی بهترین هم اعتراف شده است. این سال الهام جان براتف 23 بازی گذرانید، 3 مرتبه عوض شده است، 1237 دقیقه در میدان، به دروازه حریفان 13 توپ زده است، 6 کارت زرد دارد، 4 مرتبه بازیگری بهترین و 4 توپ از ضربه پنالتی. تقریبا او نزدیک بود که امسال هم نشانزنی بهترین شود، اما منوچهر جلیلوف در مورد اخیر با دروازه دوشنبه گل های زیاد زد و بعدا عموما همین بازی ها خبر رسوند که الهام براتوف نتواند با منصبی نشان زد، اما همچون بهترین حملگری تاجیکستان در سال 2021 اعتراف شد. چی نظر شما از درباره این بازیگر؟ آیا این بازیگر تمام مهارتی که داشت استفاده برد یا خود چیزی هم بود که برای الهام براتوف باید اجرا میکرد و نکرد؟ حالتهای گلزنی بسیار داشت. مهارت دارد بسیارتر مشق کرده شد، مشق تمرین کرده شد. این 13 توپ کم است. 23 بازی کرده است. بازی کم است. تقریبا در اگر همین طرف گیریم اگر در 8 بازی 1 توپ زده است، یعنی تقریبا در 2 بازی 1 توپ گیم خطا نمیکنیم. به هر نوع این بازیگری هست که دسته رو به صف پیش میبرد، در موردهای خیلی خوب گل های خود رو به ثمر میرسونه. حالت های گلزنی خوب بسیارتر داشته میشه. در آینده اصلاح میکند. باز چی نقشه در شما هست وقتی که گفتید که الکای بکنظرف با دسته شما پیوست؟ دسته باز یک بازیگر دیگر هم از دسته خوجند که خوجند رو ترک کرد، احمدوف منوچهر احمدوف، او هم به دسته شما اومد در آخرین موردها بازی هم کرد. ما اینجا امور داریم درباره منوچهر احمدوف که او در اینجا چقدر بازی کرده است. منوچهر احمدوف بعدی که به دسته شما اومد 10 بازی گذرانید، 3 بار از میدان گرفتند، 2 مرتبه از میدان گرفتند، 3 مرتبه از کرسی احتیاطی برآمد، 2 کارت زرد هم دارد، 1 پنالتی زده است، 739 دقیقه در میدان بازی کرده است. من درباره بازیگرها حاضر یگان چیز گفتنی ندارم. بسیار بازیگرها دعوت شدگی دسته رقابت بسیار میشد. سرمربی میبود، وقتی که سرمربی انتخاب کرد ما قرارداد میکنیم و همه وابستگی اساسی بازیگر رو با دست وای میکنه که سرمربی البته استاد مربی هم پیشنهاد میکنه. خب من فکر میکنم که در اینجا بازیگر لازم است، لازم نیست ما اوزی پیشگویی کنه بتونه. خب من اکنون چیز دیگر رو میخواستم که مثلا اون چیزی که ما اینجا تقریبا انتخاب کردیم از دسته استرافشان، فعالیت دسته استرافشان، شاید چیز دیگری هم باقی مونده باشد که ما در این باره نگفتیم. باز که از نظر ما مثلا دور مونده او بهترین بود که ما اینجا اشاره نکردیم از بازیگرو.
мамурҷон шаҳзодҷон легионери o'zbekistoni як бозингари беҳтарин буд. бале бозигари даъват шудагӣ ва бозингарам. ӯ бозигарам дар ҳайати дастаи шумо даъват шудааст. Акнун мегузарем ба он масъалаҳое ки акнун шуморо интизор мешавад, чунки дар ёд доред вақте ки шумо ҷои сеюмро гирифтед, аз ҳамон вақт мин баъд далерон рутиба барҳам хӯрд. Ин албатта сабабҳои молиявӣ буд. То кадом дараҷа имрӯз вазъияти молиявии Истарафшан, клуби футболи Истарафшан мӯътамад аст? вазъияти молиявии Истарафшан хуб аст. соли 2021 як ба сатҳи олӣ буд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Истарафшан пай дар пай дастгирӣ карданд, дар бозиҳо иштирок карданд. аз ҷиҳати молиявии Истарафшан танқисӣ надошт. солҳои пеш, агар дар таърихи варақ занем, солҳои пеш як футболи Истарафшан як нигаронкунанда буд барои тамоми мухлисони Истарафшан, барои роҳбарияти федератсияи футболи Тоҷикистон. гоҳ Истарафшан дар лигаи олӣ буд, гоҳ дар лигаи якум буд, гоҳ дар лигаи дуюм буд, гоҳ дар барҳамхӯрӣ буд. имрӯз аллакай бо як боварӣ комилӣ гуфта метавонем ки ин сол соли чорум аст ки Истарафшан бори аввал пай дар пай дар лигаи олӣ ширкат меварзад. соли 2021 чемпионати мавсими чемпионатро назм ҷамъбаст кард. чорум ҷои зинаи чорум ифтихорӣ аст. яку як бора баромада ин сеюм ҷо, дуюм ҷо, чорум ҷо. мо сол аз сол кӯшиш мекунем ки зина ба зина ҳайати даста зина ба зина боло равад, сатҳу шароитош беҳтар шавад. даста доимо дар лигаи олӣ бояд иштирок кунад, на ин ки дар лигаи якум. чунки бисёр мухлисони зиёд доранд. яке аз мухлисони сешумортарин дар Тоҷикистон дар Истарафшан мебошад. назари ҳама ба футбол аст. ва мо ҳам умед дорем ки дастаи Истарафшан имсол барои унвони чемпионӣ мубориза мебарад. чун шумо гуфтед бо як нерӯи нав, бо бозигарони нав ин даста бояд ки мавсими соли 2022-ро шурӯъ кунад. ба шумо муваффақият. ин барнома гирди як даста буд ва мо дӯстони гиромӣ тавонистем ки ба саволҳои худ ҷавоб гирем ва шумо ҳам аз мо чӣ фурсате буд, чӣ маълумоте буд гирифтед. он саволҳое ки боқӣ монданд пеш аз оғози мавсими соли 2022 боз мо омода ҳастем ки бо дастаи Истарафшан вохӯрем дар майдонаш аз машқу тамринҳояш бо мураббии наваш ва бозигарони наваш. дар ҳамин ҷо тавре гуфтам гирди як дастанро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. хайр то боздид. то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.